سلام، چطوری رفقا؟ خوبین؟ ارادت؟ آقا امروز حالم فوق العاده عالی بود، هوام که به عالی عالی. گفتم بیام یه حال خوب با شما تقسیم کنم و بهتون یه تکنیک رفتاری فوق العاده یاد بدم که هم تو کسب کارتون، هم تو تغییر شخصیتتون، هم تو ورزشتون، هر چیزی واقعا کاربرد داره. من خودم این داستان رو نمیدونستم و خب یه سری تحقیقات کردم، اسمش رو شنیده بودم، گفتم ما ببینم چیه، از کجا میاد. این تکنیک برمیگرده به جنگ روباه و خارپشت. همه میدونیم که روباه حیوان هیله‌گر و مکاریه، واسه هر شکارش، واسه هر به چنگ آوردنی یه تکنیک و یک حیله و یه چاره‌ای میاندیشه و شکار میکنه. ولی برعکس روباه، خارپشت تکنیک خاصی بلد نیست، فقط یه مدلی حرکت بلده و اون حرکتش اینه که خودش شبیه توپ خاردار میکنه و بیشتر دفاع میکنه. حالا نمیتونه مثلا بجنگه اینا و گهگاهی هم یه ضرباتی میزنه، ولی خب کلا همین تکنیکو بلده، تکنیک خاصی دیگه ای بلد نیست، از همین همیشه استفاده. و تو این جنگ همیشگی و میلیارد ساله خارپشت در روباه، همیشه خارپشت برنده است و روباه زخمی میشه و بیخیال شکار میشه. تا بار دیگر باز یه تمهیدی، یه چاره‌ای میاندیشه و باز حمله میکنه، ولی باز خارپشت همون تکنیک انجام میده و بازم شکست میخوره. آره دیگه، از این تکنیک میشه تو هر حوزه استفاده کرد، تو کسب و کار، تو ورزش، تو قهرمان شدن، تو ساخت بدن، تو هر چیز. تکنیک جالبیه تکنیک خارپشت، میتونی تو هر زمینه ازش استفاده کنی. و چجوری؟ آقا یکم آگاهی میخواد در مورد خودت، بشینی فکر کنی تو اون حوزه که هستی کی و کجا چی جواب داده. آقا به اون نتیجه که میخواستی، یعنی تو عمرت حتما یه بار بوده، یک دفعه اتفاق افتاده که تو از نتیجه کارت راضی بود، برگردی به همون، ببین تفکرات چی بوده، برنامه چی بوده، چه حرکتی زدی، همون حرکت ادامه بده. شاید در ادامه به درد نخوره ولی کار بود. آره، مثالایی هم بزنم که قشنگ متوجه بشی. مثلا بروسلی بوده، نمیدونم، من اسامی رو اصلا یادم نیست، چون میگن اینقدر کله پر اطلاعات شده که اصلا قاطی میکنن، باید نه ایراد بگیری اون نگفته یا به این شکل نگفته. بروسلی گفته آقا من از کسی میترسم که یک تکنیک رو 1000 بار تمرین کرده به جای اینکه 1000 تکنیک رو تمرین کرده باشه. یارو تو مطالعه گفته بهترین حالت مطالعه اینه که یک کتاب رو 50 بار بخونی به جای اینکه 50 تا کتاب یک بار بخونی. یا مثلا تو کشتی طرف فقط یک زیر دو خم رو بلد باشه، همه کشتیگیرا رو خوب بلد باشه، همه حریفاشو میزنه. آره بگردین نگاه کنید، خیلی از کشتیگیرا قهرمان‌های ملی اصلا تکنیک‌های خاصی بلد. پس به خودت ایمان داشته باش و اون تکنیک و فن و حرفه و حرکتی که بلدی رو آقا تمرین کن. فقط همون جواب میده. تو استعدادشو داری عزیز دل، فقط همون. شکست‌های موقتی رو بیخیال، فقط همونو تمرین کن، بالاخره نتیجه میده. یک تکنیک رو 1000 بار تمرین کن و اجرا. همون تکنیک کافیه واسه کل زندگی. واسه شاید بپرسین تکنیک تو، تکنیک من همین لبخنده. باور کردم و ایمان دارم که این لبخنده حال خوب، اتفاقات خوب رقم میزنه. امروز نتیجهشو گرفتم دوباره. بازم بگم این صحبت ها فقط برای خودم بود، میخوام تو آرشیو باشه و ببین.